سلام بچه‌ها، حالتون چطوره؟ خوش اومدید به یه ویدیوی دیگه از کانال من. امروز می‌خوایم درباره سنس بازی و اتچمنت های کان‌ها صحبت کنیم. مخصوصا برای کسایی که میخوان ایمشون بهتر بشه و دنبال یه تنظیمات خیلی خوب برای بازیشون هستن. بچه‌ها اول از سنس شروع می‌کنیم. ببینید سنس نباید خیلی بالا باشه نه خیلی پایین. اگه سنست خیلی بالا باشه ایمت میپره و تیرات همش میس میخوره. اگر هم سنس اسنایپر یا گانت خیلی پایین باشه تو فایت های نزدیک کم میاری. پس بهترین کار اینه که یه سنس متعادل داشته باشی که هم کنترل داشته باشی هم سرعت. من پیشنهادم اینه که سنس دوربین یه مقدار متوسط رو به بالا باشه و سنس ADS هم یکم نرمتر باشه که موقع تیر زدن ایمت نلرزه. بچه‌ها همه اینا رو که من دارم توضیح میدم آخر ویدیو هم کد سنس هم گذاشتم و اتچمنت های گانامو گذاشتم. حالا بریم سراغ اتچمنت ها. بچه‌ها خیلی‌ها فکر میکنن هرچی اتچمنت بیشتر و حرفه‌ای‌تر باشه بهتره، ولی اینطوری نیست. ما دنبال اتچمنتی هستیم که لگد اثر رو کم کنه و دقت بیشتری رو بهمون بده. مثال یه مازر برای کنترلمون، یه بلر هم برای دقت بیشتر و یه گریپ ساده برای کنترل گانمون. خب بچه‌ها یه نکته خیلی مهم دیگه که کمتر بهش توجه میشه تست کردن سنس توی تمرینه. خواهشاً سنس رو نذارید و مستقیم برید که مولتی. اول برید توی تمرین به باتا تیر بزنید، فلیک بزنید، تست کنید سنس رو. اگه دید ایمتون موقع فایت میره بالا یا چپ و راست میپره یعنی سنس ADS تون یه ذره بالاست. اگه حس کردید نمیتونید سریع بچرخید اون موقع سنس دوربینتون پایینه. یه نکته خفن اینه که سنس رو خیلی کم کم تغییر بدید بچه‌ها. مثلا هر بار یکی دو تا عدد، نه اینکه یهو نصفش کنید یا ببرید بالا. خب بچه‌ها حالا بریم درباره موضوع اتچمنت ها که امروزا خیلی ما به مشکل میخوریم باشه. ببینید هر گانی با یه اتچمنت خاص خودش جواب میده. خب مثل AR ها بیشتر به کنترل لگد نیاز دارن ولی SMG ها بیشتر به صورت ADS مهمه. بچه‌ها پس اشتباه نکنید که یه اتچمنت رو روی همه گان هاتون بندازید. هر اسلحه رو باید جدا تست کنید و ببینید کدوم ترکیب به دستتون میشینه. یه نکته دیگه هم درباره اسکوپ بچه‌ها. خیلی‌ها فکر میکنن اسکوپ بزرگ بهتره، ولی اگه ایمتون قوی نیست اسکوپ ساده خیلی بهتر جواب میده. بچه‌ها این دوتا ترکیب اسالت نایفی که با لوکاس براتون الان گذاشتم، این دوتا ترکیب خیلی بهتون کمک میکنه داخل اسنایپ زدن. بچه‌ها الان من دوتا اتچمنت براتون میذارم، یکی دیله یکی هم لوکاسه. بهتون میگم با چه ترکیب این دوتا رو میکس کنید که هم موومنت قشنگی داشته باشید هم دقت ایمتون بیشتر بشه. خب بچه این از این ویدیوی امشبمون. اگه دوست داشتین لایک و کامنت و سابسکرایب بهتون نره. تا ویدیوهای بعدی فعلا.